جمعیت سهامی گشوده نیروگاه برقی راغون متخصصان را به کار قبول میکند. به این مناسبت در نزد باغ کمال خوجندی یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه های آزاد برگزار گردید. مسئولین میگویند کارگران با جای خواب، خورد و خوراک و لباس تامین گردیده، معاششان نیز وابسته به وظیفه از کارشان از 2500 تا 6000 سومانی را تشکیل میدهد. نیروگاه برقی آبی راغون یکی از نیروگاه‌هایی هست که استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان را تامین می‌نماید. به همین خاطر ما کوشش کرده ایستادیم که برای هرچی تیزتر به انجام رسیدن نیروگاه برقی آبی راغون در ناحیه‌ها در شهر و ولایت‌ها یارمارک‌های جای خالی گذرانیم. البته جای‌های خالی یارمارک‌های جای‌های کارهای خالی برای آن است که شخصانی بیکار صاحب کار میشوند، کارخانه‌ها صاحب متخصص. به همین خاطر ما بسیار در شهر دوشنبه گذراندیم. البته بسیار کارگران رفته ایستادند، کار تامین کرده. امروز ما در ولایت سوق همین یارمارکه جاهای کاری خالی رو میگذرانیم و باوری داریم که از این ولایت سوق هم رفته سهم خود رو در نیروگاه برقی آبی راغون گذرانده در شکوفایی تاجیکستان عزیزمان نقش خود را میگذارند. بنا به اطلاع متصدیان عین زمان در جمعیت سهامی گشوده نیروگاه برقی آبی راغون زیاده از 12000 نفر کار میکنند. در ساختمان این انشاءات از 65 شهر و ناحیه‌های ولایت متخصصان جلب شدند. در نقشه است که تا سال 2023 شماره کارگران به 20000 نفر رسانیده شود. هدف اساسی هرچی تیزتر بنیاد شدن انشاءات مذکور می باشد. امروز در نیروگاه برقی آبی راغون خیلی که به همگان معلوم است کارهای ساختمانی دوام دارد. بی‌واسطه با تشبث و دستگیری‌های رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در نیروگاه برقی آبی راغون الان 12000 نفر کارمندان کار و فعالیت دارند. از سبب زیاد شدن حجم کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون با سپارش و دستورهای رهبر دولت باید تعداد کارمندان تا سال 2023 به 20000 نفر رسانده شود. امروز نیروگاه برقی آبی راغون با اختصاص‌های راننده، گیدروتکنیک، انرژتیک و دیگر کارهای ساختمانی متخصصان نیاز دارد. ما میتونیم با جای کار در نیروگاه برقی آبی راغون تامین نماییم. شرایط کار در نیروگاه برقی آبی راغون به طریق وقتوی و به طریق 8 ساعته گذرانده می رود و ما برای قبول کردن متخصصان پیش از همه وقتی که به کار آمدن با جای خواب با خوراک گرم تامین می نمایند و مزد معاش مهنتی کارمندان سری وقت پرداخت کرده می شود. از ولایت سوخت حالا در راغون زیاد از 300 نفر کار می کنند. بنا به گفته مسئولین خواهشمندان وابسته به اختصاصشان می توانند معاش زیادتر گیرند و آن نفرانی که همچون کارگر عادی هستند در دوام کار و آموزش جلب گردیده همچون متخصص صاحب معاش بلند می گردند. از این پیش چنین یارمارکه در شهر دوشنبه برگزار گردیده در نقشه است که در دیگر منطقه‌های کشور نیز دایر نمایند. در این یارمارکه به غیر از جمعیت سهامی گشوده نیروگاه برقی آبی راغون همچنین دیگر تشکیلات و اداره ها نیز به کارجویان جایهای کاری خالی را پیشنهاد نمودند. شماری جایهای کاری که از جانب این جمعیت از جانب شرکت‌های پودرچی این جمعیت به شهروندان بیکار پیشنهاد شده است زیاده از 2500 جای کاری را تشکیل می‌دهد که مزد معاش آنها از 2 تا 4500 سومانی را تشکیل می‌دهد. همچنین در یارمارکه امروزه از جانب 4 شهر و ناحیه‌های ولایت سوق شهرهای خوجند، بوستان، گلستان و ناحیه باباجان و فروف زیاده از 1400 جای کاری خالی با مزد معاشی از 1500 تا 3000 سومانی جای کاری پیشنهاد شده است. و من باوری دارم در یارمارکه امروزه از جانب کارجویان برای خود هم در جمعیت سهامی گشوده نیروگاه برقی آبی راغون و هم در آن جای کاری که از جانب شهر و ناحیه‌های مذکور پیشنهاد شد و خود جای کاری موافق را پیدا می‌نماید. متخصصان البته توجه دارند و وابسته به خاطر که بی‌واسطه از جانب شرکت‌های پودرچی به مردم فهمانده شود امروز نیز مقصد گذاشته شد که بی‌واسطه با اشتراک پودرچی‌ها یعنی جمعیت سهامی شکل گشوده نیروگاه برقی آبی راغون چنین یارمارکه برگزار کرده شود و من باوری دارم مردم بیشتر جلب می‌شوند برای رفت ساختمان نیروگاه مذکور.
дар умум давоми 11 моҳи соли равон дар ҳудуди вилоят 280 маротиба ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод гузаронда шуда дар умум 5200 нафар шаҳрвандон бо ҷойи корӣ таъмин гардиданд ки маоши онҳо ба гуфти масъулин аз 1000 сомонӣ то 39000 сомониро ташкил медиҳад. гузориши мафтунушкурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.